سلام علیکم، حالتون چطوره؟ به ولاگ برفی شادی خوش اومدین. بالاخره اولین برفم تو روزای آخر آذر بارید. انقدر سردم بود که واسه گرفتن این ویدیوها تماما دستم میلرزید. با همه همکارا اومدیم جلوی در تا کیفشو ببریم. بالاخره برف اومد. ببین دندونام داره به همینطوری سابیده میشه. خیلی سرده، یعنی تمام ویدیو هم که گرفتم دستم داشت میلرزید. انقدر داخل شرکت مجموعه همیشه گرمه. من آستین کوتاه از زیر این پوشیدم. آستینام وای یخ زدم. آستینام همینطوری خالی هیچی نداره و خیلی سرده. ها میکنم تو ماشین نمیدونم خوب شد من ضد یخ ریختم دیروز قبل از این برف، چون که هواشناسی گفته بود که چیز میشه برفی، من ضد یخ ریختم. خب بریم شفاپان عقب عزیزا. این واسه برف پاکن من تا حالا ذوق نکرده بودم. دارم آروم میرونم با دنده یکم ماشین گرم بشه، واسه اینکه ضد یخ هم که بهتون گفتم چه شکلی ریخته شد دیگه. متاسفانه توی اینترنت نوشته بود که باید یکم چیز برین، آروم برین که موتور گرم بشه حتما. ببین دوباره برقا قطع شد، ولی این سری خدا رو شکر نیم ساعت مونده به پایان مثلا ساعت کاری قطع شد و حالا کارا نمون، یعنی پیش رفت. بعد جالبه بچه‌های ما شبیه نوستراداموس، یعنی هم مثلا اخبار رو میدن هم واقعا پیگیرن. مثلا یک ساعت قبلش بچه‌ها گفتن که من خبر دارم که گفتن همه جا برقا رفته، پس احتمالاً واسه ما هم میره. بعد خب اینطور مواقع فکر کن که نمیدونم اسپیلت ها روشن میمونه، کرکراها اموال کرکراها روشن میمونه، یکم اینش سخته. یعنی دنده یک بودم حواسم نیست، دوباره گذاشتم دنده یک. برف ریخت داخل ماشین. ای چه کاری کردم. ببخشید. وای اصلا حواسم نبود ماشینا پشتم بود. واقعا سر دستام یخ زده. من فردا با دستکش میام. بگیرم با حوله اینجا خوش کنم. یخه ها یخ. یا مولا. این وقت ها اعتقادات میزنه بالا. یا مولا. وای ببین من با اینکه 30 سالمه هنوزم برف میاد ذوق میکنم. یعنی اولین کاری که کردم اومدم خوردم دستامو. ببین چقدر قرمز شده، خدا خیلی سرده. مخصوصا تو شهر ما گرگان خیلی خوب اینطوری نیست که برف بیاد، یا اگرم برف بیاد همیشه همراه با اینه که سنو زیادش کنم، همیشه اینطوری که یا فرداش آفتاب میشه یا اینکه همراه با بارون میاد که اصلا نمیشینه. و مثلا شبیه خب اردبیل تبریز اینا نیستیم که مثلا برف یه چیز عادی باشه. فکر میکنم برف کلا یه چیز عادی نباشه برای همه، مثلا توی ایران، مگر که همون اردبیل و مثلا تبریز و اینا واسهشون عادی باشه. بعد ببین من از شرکت اومدم بیرون. من یکم دیرتر از بقیه پرسنل میام تا مثلا حالا سازماندهی کنم و هر چیز دیگه ای رو. بعد بچه ها وایساده بودن روی پله های شرکت. من همش توی بودم که وای برف اومده، وای اینقدر نشسته. آخه اولش برف اومد ولی خب اینقدر که نبود که. ببینید بخار زده. این پنجره ما همه 2 جداره هستن، ما 3 جداره هستیم. این شکلی که خب اول مثلا همونطوری پنجره های عادی داشتیم، بعدش خیلی صدای محیط میاد، پنجره های 2 جداره هم زدیم روی همون 1 جداره ها، یعنی پنجره عادی، و ما الان 3 جداره پنجره داریم. این دستا گرم نمیشن. الان آبگوشت باحاله. بعد اتفاقا مامان از دیروز پریروز آبگوشت پخته. وقتی میگم دیروز پریروز کیسه خیلی طبیعیه توی خونه ها، برای اینکه مثلا آبگوشت علویه 3 روز میتونین که شما مصرف کنید. از مطب دکتر الان زنگ زدن گفتن که یه نفر کنسل کرده بیا، چون واسه 11 دی بهم وقت داده بودن. بعد من اول گفتم آره و اینا، بعد دیدم که من هنوز حتی جواب آزمایش هم نگرفتم از اون داروخونه، از آزمایشگاه، و نه سایت آزمایشگاه کار میکرد نه که برمی داشتن، واسه همین کنسل کردم. ولی خوب بود دیگه، اگه که امروز اوکی میشد
فکر کنم باید باشگاه هم نرم چون خیلی هوا سرده. بعد میگم باشگاه هم که اونقدر گرمایش خیلی قوی نداره. آدم چرا بره بعد مثلا فکر کن سرما بخوره. نمیرم. انگشترم یه روزی اگه خیلی پولدار بشم دیگه مثل الان این مدلی کار نمی کنم. یه جورایی کار سخت نه، یه انتخاب هوشمندانه، یه چیزی بین زن سنتی و مدرن که تازگی ها جدیدن اسمشو گذاشتن سافت گرل. دختر نرم آروم، اتفاقا روحیاتش به من میخوره و تقسیم بندیاش این شکلیه که کار خونه تا حدودی، کار بیرون تا حدودی. دنیای امروز ما بیشتر از هر تایم دیگه ای داره زنها رو سوق میده سمت مرد بودن، یه جورایی نقش حمایتی رو بر عهده گرفتن. به جاش از اون طرف مردها رو داره هول میده سمت این که لطافت و ظریف بودن رو توی زندگیشون بیش از حد اعتدال داشته باشن. و من توی این دنیای سخت میخوام که یک زن باشم، لطیف، آروم، هنرمند. توی این هوا فقط خوردن قالیلی کیف میده و اینو گرفتم. پوف فیل کچابی، نمیدونم مزه‌ش چجوریه، توش که قرمزه. پوف فیل پنیری خیلی دوست دارم آخه. اصلا خوشمزه نیست. همیشه پنیریش خیلی خوشمزه است. گفتم یه طعم جدید بگیرم. چقدر اون روز بین انتخاب یه دونه طعم جدید، نمیدونم چی بود، پفک جدیدی بود، پنیری بود، با این گیر کردم. بعد گفتم نه، پف فیل همیشه امتحانشو پس داده. پسته نخور، پف فیل بخور. این مامانته، گر مامان نداریم. بعد خواب عصر پاییز لود شدن کار حضرت فیده، مگر اینکه یک چای به فریادت برسه. ببین الان همکارم زنگ زد و خبر داد که فردا به خاطر بارش برف و اینها ما شرکت تعطیل هست و به صورت دورکار فعالیتمون رو انجام میدیم. خیلی وقتا پیش اومد تو زمان کرونا یا توی همچین تایمای ما دورکار فعالیت میکنیم و من اینطور شدم که ذوق و اینا. حالا البته باز هم واقعا دورکار کل وقت آدمو میگیره، حتی شاید مثلا بیشتر، ولی خب کیف داره دیگه تو خونه بمونه و اینا. و کلی داشتم من هماهنگی میکردم اینطور وقتا. سر هماهنگی ها خیلی سر من شلوغ میشه که مثلا همه رو گروه داریم، یه گروهی، ولی مثلا انقدر که تو اون گروه استفاده نمیشه، مثلا اینطوری که یه سری آدم ها که نباید از اون گروه الان حذف کردم، باز یک سری آدم رو اضافه کردم، باز یه چند نفر جون موندن. خب وقتی پیام میذاره بعدش نفر بعد میکنه نمیدونم اون پیام باز به اونها فرستادم. یک سری هستن واتساپ ندارم، باز میدونی هاشو تو ذهنت فکر کنین کسی جا نمونه. نمیدونم نیروی خدمات اوکی کردم، اصلا نیروی خدمات خیلی با مجازی اونا اوکی نیستن، با اس ام اس و چیز کلاسیک اوکی هستن. خلاصه بریم ببینیم برای یک فردای برفی دورکار چی میشه. یعنی داشتم من وسطش با داداشم ویدیو کال میکردم، بهش 3 بار قطع شد. هی همکاری مخالفم زنگ میزدن، مجبور بودم که قطع کنم. میبینی همینطوری موندا. الانم دیگه خسته شدم، انقدر تو اتاق موندم، یکم میرم توی حال ببینم که ماما با چه خبر دارن چیکار میکنن. یعنی صدای تلویزیون همیشه بلنده، تا اینجا صدای نمیدونم یه برنامه‌ای هست حامد آهنگی ساخته، واسه اینکه میرن آخر حال میشینن و تلویزیون اول حاله، بعد همینطوری صدا بلند. برم کمتر غیبت کنم. داشتم الان با داداشم صحبت میکردم و
خیلی از ایناست که دوست داره راجع به مطلب علمی و اینها کند و کاف کنه و اینا. خلاصه بحثمون راجع به چت جی پی تی بود. این که اینقدر ما تاکید میگم چون که من داشتم چند روز میگفتم چت جی پی تی، بعد کلی ریسر رفت تو گفت نه چت جی پی تیه. خیلی تلفظش سخته، شبیه پدر ژپتوه. خلاصه آره داشتیم میگفتیم که داره نگران کننده میشه چون که خیلی داره یه جوری ترسناک میشه. این هوش مصنوعی خیلی انگار که داره جای انسان رو میگیره و یه سری کارهایی میکنه که قبلا مثلا تو میگفتی که اوکی کامپیوتر اگر که خیلی حرفه‌ای ولی جای انسان رو نمیتونه بگیره، ولی ممکن در آینده خیلی از کسب و کارهایی که انسان ها دارن الان انجام میدن رو بخواد هوش مصنوعی انجام بده. یا همین یک سری ویدیوهایی که داریم میبینیم و انگار با واقعیت مونه میزنه، حالا این کمترین چیزشه. واسه آخر از این داشتم صحبت میکردم که دوست دارم یک میکروفون بگیرم که با کیفیت بهتر بتونم ویدیو ضبط کنم و کلا من آدمی هستم که سرچ کردن یکم برام دشواره، سخته واسم. یعنی واقعا من حوصله سروره که بخوام سرچ کنم و داشتم از چت جی پی تی کمک میگرفتم، ازش کمک‌های خوبی میداد، سایت‌های خوبی میداد. حالا باشه که تحقیقاتم کامل بشه و دفعه‌های بعد بتونم که با کیفیت صدای بهتر ضبط کنم. ببین من قراره که امروز باشگاهمو کنسل کردم و فردا هم دور کنم سر کار نمیرم. کلی قراره که رو منبر برم و صحبت کنم. شبم برف بارید. کلا پنجره من هواشناسیمه. این مدت تمام حجم گوشی من پر شده دیگه، مجبور شدم اینطوری از این سیما وصل کنم و بخوام توی فلش بریزم و یه فلش مخصوص بگیرم که عکس و فیلمامو یادگاری نگه دارم توی اون داشته باشم. یه مدت توی دیویدی میریختم ولی به خودم احساس میکنم دیویدی حجمش هم کمه هم به حال نگهداریش. این یه چیپ کوچولو باید توی فلش مخصوص بگیرم. اونم فلش آهنگای توی ماشینه و انقدر دیر به دیر این کارو انجام میدم ولی یادم میره که چه شکلی بود، بعد کلی باهاش سر و کله بزنم. خلاصه امشب ما تو خونه نشستن و به این چیزا داره میگذره. شماره آزمایشو مینویسم واسه مامان که برای آزمایشمو بگیره. یه چکاپ سالیانه همیشه میدم. خودم نتونستم این مدت برم جوابمو بگیرم. سلام از شادی دورکار. روزای دورکار خوبه از یه جهت این که خب ببین من غیر از نظارت کار دیگه ندارم، ولی اینطوری هستش که همش باید آنلاین باشم و نظارت کنم و جواب بچه‌ها سوالاشون رو بدم و یه طوریه که آدم انگار متوجه نمیشه چه شکلی داره روزش میگذره، چون هم خونه هستی هم تعطیل نیستی، هم داری کار میکنی هم داری کار نمیکنی. الان که حجم کارا اومد پایین و بچه‌ها گفتم 1 ساعتی برن استراحت کنن، نمیدونم خودم تو این تایم برم بیرون، سر بزنم بیرون، برم نهار خورا نرم، چون که دیشب برف بود ولی الان کاملا آفتابه. درن بالاخره من میخوام جلدی سر بزنم بیرون و برگردم. آرایش مخصوص جلدی آرایش کردن یه ضد آفتاب و کانسیلر و یه تینت بسته. اصلا جلابو هم که پای ثابت کاره، آرایش کاملا لایت. خب ابتدا موها رو جمع کرده که صورت ماه خودمون رو واضح تر ببینیم. ولی پیاده هم که نمیخوام بشم، ولی از ماشینای حس بهتر. این همونی که تو بلک فرایدی گرفتم، مایه فلویدی و خیلی خوبه. اصلا میدونی من کجا استفاده میکنم؟ کلا جدیدن از وقتی که زمستون شده که ضد آفتاب نمیزنم، چون که از روی گوشی وقتی نگاه میکنم یووی هوا چیه خیلی پایینه، اصلا در حد ضد آفتاب نیست. ولی چون که روتین پوستیم فعلا این شکلی که حتما از لایه بردار و اینو استفاده میکنم، حتما ضد آفتاب باشه. اینو فقط وقتی که میخوام از شرکت بیام بیرون زور و یووی یکم بیشتر میشه استفاده میکنم و مثلا الان که فقط 1 نیم ساعت میخوام برم بیرون. به خاطر این ویدیوهای اینستا که هی چالش میرن این افتاده تو ذهنم. دوست دارم روزه، دوست دارم نماز. آخه این چیه؟
تنها جایی که آرزو میکردم که کاش کارمند بودم همین جاست که الان همه جا تعطیل، این کارمندان تعطیلن، وگرنه همه جا بازه. و من الان دوست داشتم امروز که مثلا تایمم آزاده بتونم 2 تا اداره برم و مثلا کار عقب موندم رو انجام بدم، ولی خب اونا تعطیلن دیگه. من نمیدونم چجوری یه سریا کانسیلرشون رو با پد میزنن، یعنی بهترین حالت با انگشته، چون اصلا گرمایی که خود انگشت میده باعث میشه که خیلی راحت تر فید بشه. و خب طبیعتا دست شما خورندگی نداره که نصف مواد مثلا میبینی توی اسفنج میره، خب این حالت رو نداره دیگه. اولین باری که دارم رو دوربین فکر کنم آماده میشم. میدونی خیلی راحت نیستم با این بلاگر بازیایی که میان آرایش میکنن جلوی دوربین یا لباس میپوشن. من این کانال رو بیشتر واسه این شروع کردم که مثلا اون قاب هایی که دوست دارم رو بگیرم از عکاسی و فیلم برداری. وقتی بدون کرم پودر از اینا میزنی روشونه یکم مثلا یه جوری میشه، خب انگار که خیلی بد به چشم میاد. نیما رفت دادم چه ناخن کردم اینطوری کرد، وای صورت چی شده؟ گفتم بیادم روشونه زدم. بهترین مارک مرطوب کننده لب همین لبلو هست و من توی این چیزا شناخت خوب دارم، مثلا اینکه من از بچگی همیشه پوست لبم خوش میشه. از زیرش لبلو میزنم و باحال‌تر میشینه روی لبم. میدونی لبم خیلی خوشگل نمی‌کنه. دیگه بسه دیگه برم. چه هوا تمیز شده، کوها دیده میشه جان خدا. اصل بیرون رفتن دیشب بوده که همه بزرگواران رفتن جنگل و نمیدونم توسکستان و زیارت و ناهارخوران و من الان دارم دیر میرسم. اونم یکی و تنها هیچ برفی هم قطعا نیست، بالا دستم که نمیرم. شادی عزیز بزرگوار یه جوری همینطوری تیپ برفی زدن واسه خودم، واسه دستکشامو پیدا نکردم، مجبور شدم این چیزا رو بگیرم. میدونستم دوستم که سر کاره، خواهرم هم سر کار بود، مامانم میخواست بره بیرون خودش کار داشت، کلا تنهایی اومدم و کلا میگم همه کار داشتن و کلا آدم باید مثلا یه اکیپ دوست داشته باشه که با اونا بره بیرون، حال میده. ما باها دیگه خیلی حوصله ندارم. وای چا میدونی با دوربین دیده نمیشه. من یک منظره زیبا دارم میبینم که نصفش اینطوری دو تا تیکه است، نصفش پاییزیه برگای نارنجی، نصفش فقط برفه، خیلی خوشگله. آسمون بمون گپی خوشش نوشته هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته. از اون جاتون خالی دارم کیف میکنم. خیلی قشنگه. ببین من نمیخوام پیاده شم ولی فکر کن لای برگای نارنجی برف نشسته، اصلا خارجی شده به مولا. Whispers of love in the evening light, underneath the stars, shining so bright. Your touch lingers like a sweet slow song, a melody where we know we belong. In the presence of moon, dreams take flight, guided by love's gentle, tender light. Each word spoken paints a canvas so wide, in every gaze where emotions reside. Soft whispers in the air, a promise new true. مثلا قرار شد من پیاده نشم، ولی مگه دل آدم طاقت میاره؟ خیلی قشنگه، خیلی. A melody for two under starlit skies, where dreams take flight. Your presence alone makes everything right. Walking side by side, hand in hand, in a world where we both understand. Every glance is like a perfect note in the symphony of love we both wrote. When I see your smile, it lights up my day. In the whispers of night, you take fears away with every
بچه که بودیم حنابندون مامان یه شاخه از انار رو میشکست، بعد سرش پفک میزد و تزیین میکرد توی سینی حنابندون عروسی و خیلی همیشه شیک و خاص میشد سینی مامان. حالا اینا رو دیدم یاد اونا افتادم، انگار که مثلا برف بهش نصب کردم. به این فکر میکردم که اینقدر سرد نباشه ولی خیلی سرده. به فاصله یا 5 دقیقه تو شهرمون اینطوری میرسیم توی جنگل. دیدم که هر وقت بچگی یا نوجوانی اینا برف میومد با خانواده بابا ما رو میآورد جنگل، و مثلا جنگل که میگم حالا باز ببین اینا خیلی قشنگه ها، ولی جنگلایی که خارج از شهره و اون موقع هم زیاد برف میومد. بعد شروع بود، خانواده ها میومدن برف‌بازی میکردن، برف‌بازی میکردیم، دنبال هم میدویدیم، با گلوله برفی همون میزدیم، آدم برفی درست میکردیم، بعضی چایی. آره یادمه حتی یه بار چایی روشن کردیم کباب درست کرد بابا. فکر کن میبینی اینقدر از این صحنه‌ها کم میبینم احساس میکنم خیلی شبیه سوئد و سوئیس و اینا شده. اینجا زمین خیس شده، میترسم سر بخورم. من سابقه اینو دارم که روی زمین سر بخورم. این بار خیابون جلوی همه 2 بار پشت سر هم زمین خوردم و خیلی احساس سالگی داشت. Our love so pure in every special way. Our love like the gentle breeze carries us through roots of cheese and kids love. This love is something rare, the green beyond compare. In the morning light, your eyes are my song. We dance in time where we belong, holding you close. Feel so right in your embrace. I find my life. Our love like the gentle breeze. من میگم پیاده نشم پیاده میشم. رفتم اوتمیلم تموم شده بود. جوی ترک مخصوص اوتمیل از عطاری های معتبر کشور تهیه کنیم. آره و از کل اون دایرگردی ها این نصیبم شد. برم تو اتاقم بذارم. چی بود بابا؟ ما اومدیم جنگل کم صفا کنیم، در آخر دیدم که این نامزده و یارا تو ماشین نشستن، هی از توی فلاس آقا چای دست خانوم میده، خانوم چای دست آقا میده. خدا آقا من از بیرون اومدم خیلی تند و تیز. باید مامان عدس پلو درست کرده، بعد گفتم که موادشو واسه من نگه داره که من نهار هنوز آماده نیست، باید زود آماده بشم برم کلاس استخر و انشالله مربی هستن این سری. میشه 3مین جلسه‌ام. با سبزی نهار رو میل میکنیم و عدسی و همین دیگه. الان از این حالتهای بودو هستم که دیگه آدم نفس میزنه، بعد زود همین کاراشو انجام بده. خدافظ. حالا که امروز خونم، این برچسبای بدن که واسه سالها پیش گرفته بودم و هنوز انقدر مونده میزنیم رو خودمون دیگه. خیلی قیرتی و این شکلی بریم امروز. سلام عزیزان، من در واقع همین الان از کلاس شنا برگشتم با این تیپ. وای خب خیلی سرده، دقیقا امروز برف اومده و همه جا تعطیله و من بعد از مدت ها کلاس شنا، ببین اینجا یک جوری خط افتاده بود و قرمز و سیاه شده بود وقتی که از استخر اومدم بیرون که فکر کردم حتما کبود میشه، ولی تا الان خدا رو شکر بهتر شده به خاطر این عینک شنایی که تازگی گرفتم. ببین انقدر خسته و گرسنه و تشنه و همه چی هستم که فقط میخوام یه تک الان مپ بزنم، گوگل مپ بزنم و برم خونه. فقط اینو بگم و برم. امروز خانم رئیستون توی 3 متری رفته، شیرجه زده، پروانه شنا کرده. واو داشتم از ترس میمردم. ببین امروز از جنگل چی آوردم. خیلی خوشگل شد، خیلی پاییزی شد اتاق این قسمتش. اون عینکم که امروز گفتم، عینک شنام این بود، مارک فلکسی. خیلی ازش تعریف شده بود و من واقعا ازش راضی بودم و خوبه. این قسمت چشمش قشنگ یک حالت گسترده و بزرگی داره و امروز واقعا باهاش راحت بودم، غیر از حالا اون که گفتم ردش مونده و اینا. ذوق کردم اینا رو از جنگل آوردم، نبود دم خونمون کلی داشت.
غروب که شد اومدم شالیکوبی، یکی از خیابونای اصلی و شلوغ و معروف گرگانه. همینطوری توی دور و گشت و گذار که با خواهرم بودیم یهو این کافه رو پیدا کردیم، رفتیم داخل. خیلی خلوت بود و دکورش یه جوری بود که خیلی تنوع داشت. من از این قسمت بارش خوشم اومد. خیلی دنج بود واسه قرارایی که بخوای کاری بذاری یا خلوت باشه که در آرامش کامل باشی. همچنان با رسم شکل در حالت لو انرژی خودم هستم. ازشون راجع به محتویات درموششون می‌پرسم، اطلاعاتی ندارم، من نمیدونم چرا واقعا. پس چطوری باید سفارش بدم؟ مثلا اسمش مونالیزا ویکتوریا. بهترین درجه از صمیمیت میتونه اون زمانی باشه که شما میتونین کنار هم سکوت بدون اینکه صحبتی کنین بشینین و دقیقاً از همون لحظات، از همون گذر زمان لذت ببرین و لطفش به اینه که فقط کنار هم هستین یا این که هر کدوم میتونین بشینین و کارهای مخصوص به خودتون رو انجام بدین. این ویدیو واسه یه روزای آخر آذر ممکنه خیلی دیر آپلود شه، واسه اینکه توی این روزا توی پاییز فصل خودم هستم و خیلی کم انرژی، خیلی بی‌حوصله‌ام و روزی که همه ادارات و دانشگاه ها و مدارس تعطیل هستن، کارمند بخش خصوصی داره میره شرکت. ببین افتادم پشت این وانت آبیه، مثل پشت آمبولانس افتادنه، همه جا رو میرم، همه جا. جریان از این قراره که داداشم که خب خارج از کشور زندگی میکنه و بابام 2 تا کتونی مثل هم واسهشون خریده بودیم. رنگاش فقط فرق داشت، یکی مشکی یکی اینطوری آبی. و با اینکه الان داداشم چند ساله نیست، 3-4 فکر کنم 5 سال، ولی هر موقع که بابا این کتونیشو میپوشه آخه خیلی هم کم میپوشه، مثلا شاید سالی 2-3 بار. من همش فکر میکنم که داداشم اومده و این سری به مامان گفتم که میشه بابا دیگه کفششو نپوشه یا اینکه وقتی که میپوشه بذاره داخل جا کفشی. ببین این بسته بالاخره بعد 10-12 روز به دست من رسید، منو خونجیگر کرد تا رسید. گردنبند یلدایی واسه سفری که میخوام برم. از این پیجی که سفارش شده بودم 10 روز 11 روز به من خود مرسوله نمیداد و منی که همیشه آرومم و هیچ وقت اینطوری نیستش که با کسی مثلا بخوام یکم تند صحبت کنم، دیگه بهش یک مسیج تند دادم که این چه وضعشه. حالا باز کنیم ببینیم چه تحفه، چه نوبری واسه ما فرستاده. اوه بعد آخه نه میدونی از چی هرسم میگیره؟ از اینکه همش میگفتش که به من ارتباطی نداره. آخه زن چطور ممکنه به تو ربطی نداشته باشه؟ با همین تیزی باید میرفتم سراغش. چرا به هم وصلن؟ چطوری باید باز کنم؟ ببین از این مدلیام که دختره الان هر کار کرده باشه مورد سلیقه من نیست. خیلی حرصمو در آورده. وای چه کوچولوه، توی عکسش انقدر بود. ببین خوشگله ولی خیلی کوچولوه. این انار طبیعیه، کوتاهه. وای این اشتباه درست کرده. وای وای وای، من بهش $2 گفته بودم 75 سال، این 1 کیلو. خوب عکس فرستادم. وای چقدر خانومه گیج بوده. اینو میخوام کجا بذارم؟ من اینو میخواستم از رو مانتو آویزون کنم. وای این چیه؟ خیلی اعصابم خورده. چرا نمیره طبقه 3؟ دست
سالی یه بار همینطوری یه چکاپ میرم و چقدر خوبن دکترایی که معروف نیستن و از توی اینترنت آدم پیداشون میکنه و مطب خالیه. 7:30 صبح و بعضی روزا خیلی سخته که آدم پاشه توی صبح زودی که بیرون گرگو میشه آماده بشه بره سر کار. دوست دارم 1 ساعت دیگه بخوابم. مامان غذاهامو آورد، اوتمیل و میوه پرتقال. راستی یه شب قبل گردا میخوام که سفر کاری برم و احتمالاً یک ولاگ مجزا در موردش درست میکنم. آره، یعنی گردا رو یه جوری هم پیش خانواده هستم، هم در واقع میرم سفر کاری. این کانسیلر سیوره خیلی خوبه و من ازش راضیم. رنگش، بافتش، ببین خدایی جوش مجلسی و رفیق سفر من میمیرم اگه سایت که هر جا میرسم نیست اهل کدوم دیاری، گل کدوم بهاری که حتی نمونه چیه پاییز. ژل ابرو یکی از بهترین چیزای آرایشیه، لیفت میکنه میبره بالا همه چیز رو. یه روزی قرار باشه که عمل کنم اینکه اینطوری آره ابروهامو بکشم بالا. از معجزات من دیدین موقع ریمل کشیدن اصلا نهن هم باز نبود. یه روزایی یا اصلا حوصله ندارم که فکر کنم میخوام برم شرکت چی بپوشم، دوست دارم یه لباس فرم بپوشم و برم. خب آرایشم رو تمام شد. همین من آماده شدم، نمیدونم چقدر دارم دیده میشم. خیلی خوشحالم که تا اینجا نگاه کردیم ولاگو. تا یه ولاگ دیگه، خدا نگهدار.